بسم الله الرحمن الرحیم. سوره زاریات شروع میشه. این سوره را به نام زاریات به خاطر میگه که در اینجا کلمه زاریات در اول آمده. زاریات پراگنده کننده را میگه. موصوفی از یا بادهاست و یا ملائک است. مفسرین اختلاف داره که موصوفی از چیست، اونجا تشریح میکنیم ان شاء الله. این سورت هم 67م سورت است که قبل سوره غاشیه و بعد سوره احقاف نازل شده. سورت مکی است. تمرکز زیاد این سورت سری بیان موضوع قیامت است. عقیده را در قلب مردم جابجا کردن این بسیار اهمیت داره. هر قدر اعمال نیکی که دیده میشه ای از عقیده پیدا میشه. زمانی که عقیده صحیح و درست در قلب انسان جاگزین شوه، پخته شوه، باز خود به خود اعمال درست میشه و صحیح میشه. خصوصا عقیده آخرت که آدم بدانه که همچون روز در دنبال ما آمده رایست و ما اونجا کشانده میشم به حساب کتاب. از او خاطر انسان خامخا در زندگی خود آمادگی برش میگیره. الله تبارک و تعالی همین موضوع را در اینجا خوب بیان میکنه با دلایل و اسناد. ارتباط این صورت در ما قبل بیانی تخویف الله ما را تخویف داد که تا که بنده غافل باشه از این روز و عمل به احکام الله تبارک و تعالی نمیکنه، آمادگی نمیگیره. در اینجا الله بیان تقوا را و اهل تقوا را اینجا بیان میکنه که تقوا چیست و اهل تقوا کدام است. تقوا و اهل تقوا کدام است؟ برای کیست؟ اونجا که جنت آورده میشد برای متقین، اما مردم الله اینجا بیان میکنه که اینی مردم است و اینی تقوا است. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنم به نام الله که بی اندازه مهربان نهایت رحم کننده است. و الذاریات ذروا. قسم به پراگنده کننده. ذروا به پراگنده کردن. راجع قولیش است که مراد از اینجا موصوفشان بادهاست. قسم به او بادهایی که از ذاریات پراگنده کننده است. ذروان به پراگنده کردن. چی را پراگنده میکنه؟ ابرها را تیتو پاشان میکنه. فالحاملات وقرا. قسم به او بادهایی که برای ورداشتنی است. ابرهای باردار وقرا خب گرنگ عذاب. فالجاریات یسرا. قسم به او بادهایی که روان کننده است. امی به ابرها را یسرا با آسانی از یک ناحیه به ناحیه دیگه. فالمقسمات. قسم به او بادهایی که تقسیم کننده است. امرن آن چیزی را که الله فرموده که امور رقم شوه که ابرها را در مختلف مناطق تقسیم کنه و الله فرمان داده که باران شوه. در این صورت کلگی از یا بادها شد. باد شد. موصوفی از یا بادهاست. الله سری بادها قسم میخوره. انما توعدون لصادق. یقینا آن چیزی که امرای شما وعده کرده شده بالکل درست و راست است. الله وقتی میتونه توسط یک مخلوقی خود که باد است چقدر کارا را شروع بکنه. اشاره به چی میکنه؟ شما میبینی که ابرها تیتو پاشان است، به مثل یک مواد گرد و غبار واره بادا میگیره، او را با هم یک جا میسازه. بعد از او را خب باردار به آب میسازه. بعد از او را حرکت میده از یک جای در دیگه جای. بعد از او تقسیم میشه در مختلف جاها باران میباره، زمین یک دم زنده میشه. پس یقینا که شما همی قسم گرد و غبار در طرف تیتو پاشان شده. مثل که الله باد موظف میکنه ابرها را جمع میکنه، الله اونجا ملائکه موظف میکنه اجزای شما را جمع میکنه، یا خود زمین الله امر میکنه شما را یک جا میکنه. خب سنگین میشه، در یک میدان قرار میگیری کلتان. بعد از او تقسیمات امر میکنه الله تبارک و تعالی، طرف جنت و طرف دوزخ. ذاتی که سری بادی قدر کارا را میکنه، امی ذات قدرت و توانایی داره که اونجا انسان ها را زنده کنه و همچون معاملات اثرش انجام بده. یک. دوم ترجمه. هر کدام صفات ها موصوفای جدا داره. و الذاریات ذروان. قسم به بادها که پراگنده کننده است گرد و غباره. فالحاملات وقرا. قسم به او ابرها که ورداشتنی است آبی خیلی زیاده. فالجاریات یسرا. قسم به او نمو کشتی هایی که در بحرها با آسانی رفت و آمد داره، حرکت داره. فالمقسمات. قسم به ملائکه که امرا کارایی که برشان سپرده شده از جانب الله در مورد انسان ها او را تقسیم کرده رایستن. الله تبارک و تعالی این کارای مختلف از مختلف چیزا الله گرفته. معلوم شد که باد در زیر فرمان الله بود، ابر در زیر فرمان الله بود، بحر در زیر فرمان الله بود، ملائک در زیر فرمان الله است.
پس کل اجزای انسانی که در هر طرف دید شده با واسطه مخلوق خود الله و کل اجزایش جمع کرده رایسته. وقتی که مخلوق بزرگ در زیر فرمان الله است، جزی تو اگر در هوا است، اگر در بحر است، اگر در هر چیز است، الله جمع کرده نیست. انما توعدون لصادق، یقینا آن چیزی که وعده کرده شده امرای شما لصادقون، بالکل درست و راست است. آمدنی است قیامت، حساب و کتاب، جنت و دوزخ. و ان الدین لواقع، یقینا محاسبه، جزا دادن لواقع، واقع شدنی است. هر کس توقع جزای خود داشته باشه، تو نباشه که ما کارای گناه را کردم چیسته جزای زیر نمیبینم، اعمال نیک انجام دادم پاداش زیر نمیبینم، اینطور نیست. و السماء ذات الحبک، قسم با آسمان که صاحب راه هاست، یا حبک میگه صاحب چین هاست. چین رختی که چیست همینطور قط وارشه و او را ما شما چی میگیم؟ چین میگیم. قسم به او آسمانی که صاحب چین است، اشاره به این میکنه که تا آلی را آسمان هم خیلی دمو حالت نهایی خود گسترده نشده، مثل که پشتی سر بخیر بر ما و السماء بنیناها بأید و انا لموسعون. دانشمندای ساینس هم آلی تحقیقاتش همینطور شده که آسمان ها یعنی نمی کرات اینمی قسم چین است و این روز در روز گسترش پیدا میکنه. روز در روز فرا میرسه که الله تبارک و تعالی یک چین هم در آسمان نمیمانه، مکمل هموار میشه و بعد از او فرمان میرسه که یک دم پرچه و تیکه شود. از او خاطر بعضی مفسرین مراد از حبک امو چین گرفته، بعضی مراد از حبک ستاره را گرفته، بعضی مراد از حبک راه ها را گرفته. کلش احتمال داره، چرا آسمان هم صاحب راه هاست، هم صاحب سیارات است و هم صاحب چین است. انکم لفی قول مختلف، یقینا شما در یک گفتار خیلی مختلف هستی. و کدام است؟ یؤفک عنه من افک، که گردانیده میشه عنه از اینمی سخن، من کسی که افک گردانیده شده، و یا قرآن است یا پیغمبر علیه السلام است یا زنده شدن بعد از مرگ است، حالات قیامت است. یعنی هر کس باور سرش نمیکنه، بعضی از پیشش رو گردانی میکنه. قتل الخراسون، لعنت کرده شده دروغگویا، کسایی که اٹکل کرده رایست مسائل، دلیل ملیل ندارن، اموطور از زعم خود از گمان خود گپاره گفته رایست. قتل لعنت کرده شده یا هلاک شده. الذین و مردماس هم فی غمرتن، که یاد جهالت ساهونه چیستن، سرگردان هستن، ساهونه سهو کننده مشغول هستن. اینی را میگه از یاد آخرت بالکل بی خبر است، تیاری و آمادگی برش نمیگیره. یسالون، سوال میکنه، یا نه یوم الدین، کی است روز جزا. سوال میکنه به طریق مسخره، عقیده نداره. یوم هم علی النار یفتنون، در روزی که یا بالایاتش یفتنون سوختانده میشوند، مثل که آهنگر آینه سری آتش همینطور ملاق میده، امی کفار اینمی رقم میشه. الله میگه ذوقوا فتنتکم، گفته میشه برشان بچشید فتنتکم، جزای شرارتیتانه. تمام عمر شما در شرارت و بدبختی تیر کده، مسلمانا را به زور طرف کفر دعوت میداده، راه ها را گرفته بوده، بچشی نتیجه شه. هذا الذي كنتم به تستعجلون، یونمو عذابی است که شما بوده بجلتی طلب میکردی عذاب. ان المتقین فی جنات و عیون، یقینا کسایی که متقین است در باغ هاست و عیون چشمزار هاست. آخذین ما آتاهم ربهم، گرندگان هستند اون نعمتای را که آتاهم داده برشان ربهم پروردگارشان. یک ترجمه در جنت که کدام نعمتای اعزازا برای جنتی ها داده میشه او را میگیره. آخذین به معنی قبول کنندگان است، خوش شوندگان است از اون نعمتایی که داده برشان پروردگار. دوم ترجمه آخذین گرنده است به عمل گرفتشانه، یعنی قبول کرده عمل کرده ما و احکام را آتاهم که داده بود ربهم پروردگارشان در دنیا. انهم كانوا قبل ذلك محسنین، یقینا نمی متقین مردمایی بودن که پیش از این محسن بودن، عقیده درست داشتن، عملی درست داشتن. محسن کسی بود که هر عملش برای رضای الله بود و به نقش کی بود؟ رسول الله. کانوا قلیلا، بودن صفتای متقین الله بیان میکنه بود خیلی کم من اللیل، از شب، ما یحجعون، که خواب نمیکردن. ما را نافیه بگیریم معنیش طور میشه
کانو بودن قلیلا خیلی کم من اللیل از شب ما یهجعون خو نمیکردن. همیشه همینطور عبادت اگر کدام وقت یک کم حسی شب خواب میکرد این دیگه بسیار سخت است. چرا که کلی عمر شبا را در عبادت تیر کو، در بعضی اوقات او را حسی کمی شب تو خواب بکو، این بسیار سخت است. یک ترجمه است. دوم ترجمه ما را زاید میگیره کانو قلیلا من اللیل بودن همی متقین بسیار کم از شب یهجعون که خواب میکردن. کمی سه شب اکثری سه شب عبادت میکرد، هر شو یک حسی شب خواب میکردن. اینی متقین بود. و بالاسحار هم یستغفرون، باز در وقت سحری که آخر حسی شب است قبل از طلوع صبح هم یستغفرون یا بخششات طلب میکردن. علامه متقینی نمیست. الله نصیبی ما و شما بکنه. انسان باید وقت خود بده او عبادت دل آدم خیلی جمع می باشه، ریادش نمایان نمی باشه، کلگی خواب است. افتخار است برای تو که تو خیستی از ترس الله تبارک و تعالی عبادت کرده رایست. قرآن کریم چقدر خوب بر ما میگه عبادت الله را خو کردی خدا آخر یستغفرون، بخشش طلب میکنی. هر قدر عبادت بکنی حق الله پورا نمیشه. استغفار طلب بگو الله چرا که امی توفیقه، امی نعمت نیست. امی توفیقی خیستن برای ادای عبادت الله ایام نعمت بزرگ است. اینو چطور شکر گزاری کنی؟ از همین خاطر انسان هر قدر عبادت الله را بکنه باز میگه که الله ایام نعمت تو بود که تو مرا توفیق دادی، اینو چطور شکر گزاری کنم؟ بجز از اینکه چیسته بگه، بجز از اینکه اظهار عاجزی بری تو بکنم. پیغمبر علیه السلام از همین خاطر در آخری وتر این دعا را میخوان بعد سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائکه والروح. پاکی برای ذاتی است که قدوس است. ما هر قدر بیان کنیم الله قدوس است، ملک است، مختار است. باز در آخر میگی رب الملائکه، بس مالک و متصرفه بگه انسان و ملائک ما کمال است. بعد از اون میگه اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و من معافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک، از تو پناه میگیرم بتو، از عذاب تو پناه میگیرم بتو. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. نمیتونم شمار کردن، نمیتونم اون ثنایی که تو مستحق هستی، مثل که به خود گفتی، مثل که تو لایق هستی، ما این را گفته نمیتونم. پیغمبر علیه السلام این دعا را میکرد. این نمایندگی از این را میکنه که کدام نعمت الله را شکر گزاری کنیم، کدام لحظه را، لحظه زندگی تا، لحظه ایمان و عقیده تا، کدام لحظه را. الله اکبر که انسان در عبادت الله مشغول باشه که هم الله برات وجود داده، انسان ساخته، باز در عبادت الله مشغول کرده تا، باز در عبادت هم الله در این طور موقع عبادت برات نصیب کرده که او بهترین وقت است دیگه. خو نعمت بزرگ الله است، چطور تو شکر گزاری بکنی؟ قرآن امیر بر ما میگه اونجا استغفار طلب بکو، بخشش طلب بکو. مردم میگه مشکلم حل نمیشه، مردم میگه گناهگار هستم، نه، راه برش وجود داره. در آخری حصه شب زیاد هم خود بیخو نکو، برای مدت 1 ساعت 40 دقیقه وضو بکو، به الله تبارک و تعالی عبادت بکو، مشکلت طلب بکو، با اولادت هدایت طلب بکو، با پدر و مادرت، با اقاربت، با قومت، با کلگی هر نوع مشکل داری. الله در حدیث نمیگه که الله نزول میکنه در آسمان دنیا و نمیگه که کیسته، کیست که از گناه خود توبه کنه توبهش قبول کنم، کیست میخواد که بدم برش. خب ما نیستیم. ما تهجد نمیشناسیم که تهجد چی را میگه، به مردم بسیار ناشنا معلوم میشه. تهجد چی را میگه یاد نداره. نمازای بدعی را میشناسیم، فقط در کل عمر برای 1 رمضان جمعه آخریش قضای عمری بکنی، در کل عمر در 15 شعبان 2 رکعت نماز 100 دفعه قل هو الله بخوانی. کلش نمازای بدعی است دیگه، یاد ندارن تهجد. عملی پیغمبر علیه السلام که دائمی انجام داده او را هیچ جا نه ثوابش بیان میکنه نه یاد دارن، مردم در بدعت مبتلا میکنه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این رابطیش با الله بود، نه تنها در 5 وقت نماز فرض، بلکه رابطه خود دیگه هم از طرف شب ما کم کرده بودم رای الله تبارک و تعالی. اینی را میگه بندگی. اینطورام نبود که از مردم گوشه گیری کرده باشه، فقط چادر در سر پرتافته باشه، قطعی هیچ کس سر و کار نداشته باشه، نه. و فی اموالهم، در مالایشان حق بود للسائل،
در مالشان حصه بود، للسائل برای او فقیرا و مستمندا که خود طلب میکنه، والمحروم به او مستمندا و غریبایی که خودشان سوال نمیکنه، خو از سیمای و علاماتشان معلوم میشه. حق ایسا جور کده بود، ای تو نه، ای میدان سری خود لازمی که اینمی حقی فلانه است، ای تو نه که احسان بگذاره. نه خوش به این میشد که کسی پیدا میشه که مال مرا میگیره و در جای درست مصرف میکنه. این شکر الله تبارک و تعالی است که مال تو در جای درست مصرف شوه، نفر پیدا میشه که در جای درست مصرف میشه. این شکر الله است. و فی الارض آیات للموقنین، در زمین نشانه های قدرت الله تبارک و تعالی است، للموقنین برای کسایی که جویای یقین باشه، در تلاش یقین باشن. اگر اینطور علم را حاصل میکنه که در مقابل شک و تردد نباشه، بسیار نشانه های قدرت الله در زمین است. ببینید در زمین خواب سنجش بکنی، یک برگ بگیری، یک برگ، یک دانه را، کوره، خاک، سنگ، هر کدامشه علایده در زیر تفکرتان بگذاره که چی نشانه های عظیمی قدرت الله را مشاهده میکنه. و فی انفسکم، در نفسایتان، نفس خود فکر بکن، مبدأ تا تحول زندگی تا از کجا تا کجا را میرسی، تو کی هستی، وجودی تو چی چیزاست، چی فعالیتایی داره. یک کارخانه بزرگ که در دنیا مثل انسان واری کارخانه بزرگ پیدا نمیشه که انواع فعالیت ها داره. کارخانه دیگه خو یک فعالیت میکنه، یک قسم فعالیت. در یک نجاری که ماشین 4 کاره برآمده، مردم خوش است که 4 کار میکنه. لیکن انسان کدام کار است که انسان نمیکنه؟ کدام کار است؟ یک دفعه تو توجه به وجود خود بکن که چه نشانه های عظیم قدرت الله را مشاهده میکنی. افلا تبصرون، آیا شما نمیبینی؟ از بصیرت کار نمیگیری، از چشم دل که درک بکنی که الله کدام ذات است، حق الله سر ما چیسته و ما چی مسئولیت داریم در برابر الله تبارک و تعالی، انجام و عاقبت ما کدام طرف است، چی کنیم. و فی السماء رزقکم، در بالا در آسمان رزق شماست. دو معنا داره. الله بارانه را روان میکنه که توسطش گیاه ها دانه ها میرویه، رزق و مواد خوراکیتان از او میبره، از او خاطر در آسمان است. یک. و فی السماء، در آسمان رزقکم، فیصله یا تقدیر رزق شما شده که الله فرمان داده به ملائکه که اینی آدم اینی قدر رزق داره در این سال. و ما توعدون، آن چیزی که امرایتان وعده کرده شده. این دو مطلب داره. و عذابایی که در صورت شما مخالفت بکنی، الله عذابم از بالا روان میکنه. بعضی عذابا بالای قوم از بالا بود. یا مراد از پیشش جنت است، اگر شما پذیرفتی نظام الله تبارک و تعالی را به دستوری از او عمل کردی. و ما او جنتی است توعدون که امرای شما وعده کرده شده، جنت در آسمان است. فورب السماء والارض، قسم به پروردگار آسمان و زمین، انه لحق، این خبر راست است، واقعیت داره. مثل ما انکم تنطقون، به مثل که شما خود سخن میگی، مثل که سخن خود یقین داره که سخنی ماست، این سخنی کسی دیگری نیست. امی خبری قیامت یا زنده شدن بعد از مرگ، این کلش حق است، واقعیت داره. یک معنی. دو، انه لحق، یقینا قرآن کریم حق ثابت و راست است از جانب الله است. مثل ما انکم تنطقون، مثل که شما سخن میگی. وقتی که شما در مورد سخنتان اشتباه نداره، شک و تردد نداره، بلکه چرا که یقینا از دهنتان میبراید، اینمی قسم کلام الله تبارک و تعالی را حق بدانه که از جانب الله آمده. هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا براتان رسیده قصه میمانی ابراهیم خلیل الله، میمانای ابراهیم خلیل الله المکرمین که صاحب قدر و قیمت بودن. ملائکه آمده در پیش ابراهیم خلیل الله، اول بشارت به ابراهیم خلیل الله میده به پیدا شدن اولاد. بعد از او میره قوم لوط علیه السلام از بین میبره، چرا که سرکشیشان در حد نهایی رسیده. از دخلوا علیه، در آن وقتی که داخل شدن بالای ابراهیم خلیل الله، فقالوا سلاما، گفتن سلمت سلاما، سلام باشه بالای تو، سلام به امن باشی، ای الله سلامتی را نصیبت بکنه. معلوم شد ملائکه هم سلام میپرته. حین ملاقات امو تحفه که اسلام مقرر کرده مسئله سلام است. خب به طریق درست، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالی ما میشرمیم که السلام علیکم بگید. مردم میگه سلام مرا بپذیر، نه صحیح نیست.
تو روی بری هستی بگو السلام علیکم، سلام مرا بپذیری صحیح نیست. اینطوری نامده. سلام این گپا نیست. اینجا یا سلام تو سلامن گفت. قال سلام ابراهیم خلیل الله جمله اسمیه. جمله اسمیه دلالت برای دوام میکنه، جمله فعلیه دلالت برای تجدد میکنه. سلام ابراهیم خلیل الله چی بود؟ قوی بود، از سلام ملائک کرده. گفت سلام، سلام بالای شما باشه. قوم منکرون، شما خو قومی خیلی ناشناستین، نمیشناسم تا کدام گروه آمدی. فراغ الاهلی، ابراهیم خلیل الله سوال نمیکنه از میمانا. چرا؟ بعضی اوقات میمان میشرمه، جرأت نمیکنه که بگوید نان نخوردیم. نه، وقتی نان است حتما دیگه جایی نان نخورده، خصوصا میفهمیم که از کجا حرکت کنه. اگر نان میخورد دیگه به این وقت نمیرسید. حالی نگو دستی برو نان تیار کن. خصوصا میمان حیاناک باشه که جرأت نمیکنه. اما اگر وقت تیر شده بود او در بین شما خب همینطور آزاد طبیعتی بود، باز اونجا سوال کده میتونی نان خوردی یعنی میفهمی که همین آدم در این مورد بالکل چی نمیکنه، شرم نمیکنه، بالکل با جرأت میگه که بله نان نخوردیم. اوی خوب گپ است. کسی از پیشت سوال میکنه نان خوردی، بس تو میگی که نه نخوردیم، بهترین گپ است. از حال خود دروغ و گوشنگی را آدم یک جای نمیکنه. پیغمبر اسلام یک نفر گفت نان خوردی، گفت نه. پیغمبر اسلام گفت دروغ و گوشنگی را هر دویش یک جای نکن. هم دروغ گفتی هم گوش نستی. چرا؟ خب حالات مردم، روحی مردم دیده ای کار میشه. ابراهیم خلیل الله یکی از جمله احترام میمان است که میفهمی از جای دور آمده ناشنا است. ابراهیم خلیل الله ناشنا دانست. چرا؟ فهمید که از نزدیکان است. او وقت نان بود. چی کرد؟ فراغ الاهلی، راغه میگه پت آمدنه، با پنهان برآمد، متوجه شد به سوی اهل خود. فجاء بعجل سمین، رفت توجه یک گوساله را، چون که مالدار بود ابراهیم خلیل الله گوساله خیلی زیاد داشت، یکی را چپه کدمی دستی. بعجل سمین، به گوساله بریان کرده در روغن. سمین خب گوساله بریان آورد. به مردمایی که در دشتا و بیابانه و کوه زندگی میکنه، حلال کردن یک بزغاله و یک گپا برشان هیچ است. چرا که داره. و برای از اگر گفتی که نه برای من مولی و گندنه بیار، او سرش سختی میکنه. چرا؟ به خاطری که اونجا نیست. از او خاطر قرآن برای ما درس میده هر چیزی که تیار داری تکلف نکو، همون چیزا پیش کن. بس تکلف نکو که الان بدوی ساعتا تیر شوه، نفر روان کرده باشی چیزا بیاری، چیزی که تیار است بس پیش کن. فقربه الیهم، نزدیکت ابراهیم خلیل الله به سوی میمانا. قال، برش گفت و هنگامی که نخوردن الا تاکلون، چرا نمیخوری؟ ابراهیم خلیل الله علم داشت؟ بگوی علم غیب داشت؟ امی قنه میفهمه که ملائک است. میگن میماناست، ملائک خوردن و نوشیدن میکنه؟ نمیکنه. او رفت گوساله را چی کرد؟ حالی مردم پیدا میشه میگن بیا علیهم السلام چی میکنی؟ اولیاء را میگه عالم الغیب بودن، میفهمیدن. الله میگه خب پیغمبر نمیفهمید. فاوجس منهم خیفه، وقتی که نان نخوردن در خاطر خود یافت ابراهیم خلیل الله منهم، از زمین میمانای خود، خیفتن یک نوع ترس. ملائک دیدن که ابراهیم خلیل الله چی شد؟ یک کمی مرعوب شد. قالوا لا تخف، گفتن نترس. و بشروه بغلام علیم، خوشخبری دادن به یک فرزند علیم که خیلی داناست. فرزند دانا برش چی کرد؟ خوشخبری داد. صفت فرزند کدام؟ علیم مانده. کدام فرزند خیلی نیک است؟ معلوم شد که در فرزندا علم باشه، علم در مورد عقیده، عمل، همه گپا او فرزند. چرا؟ اینی صفت خیلی مهم است. فاقبلت امرأته فی سرة، آلی پیش آمد، متوجه شد تا آلی رزن. معلوم شد از قرآن معلوم میشه که پرده کده بود، دمی روی مهمانان آمده. پرده نمیطور در او زمانم پرده بوده. آلی که فهمید که خو ملائک است او ملائک خو نفس نداره و مذکر مؤنث نیستن، از او خاطر پیش آمد زنش. متوجه شد فی سرة، در حالی چی؟ چیق زدن. سره اصل میگه که خنده میکنه از خوشی. فسکت وجهها، تپانچه زد روی خدا. زنا عادت داره که یک چیز ناشنا و غریب بشنوه باز چی میگه؟ وی میکنه نمیکنه. این تو کرد. و قالت، بعد از او گفت که عجوز عقیم، چی رقم بر ما اولاد باشه؟ ما عجوز پیرزن هستم، عقیم نازا هستم، اولاد از میان نمیروه. قالو، گفتن ملائک کذالک، این نمی رقم.
منظور سوال زن ابراهیم خلیل الله می نیست که در قدرت الله شک داشته باشه. منظور است که چی رقم به ما اولاد داده میشه، به کدام کیفیت. یقین داشتن که الله اولاد داده میتونه. یا ما پس جوان میشیم، یا ابراهیم خلیل الله مامور به کدام نکاح زن دیگه میشه. از خاطر ملائک برشان گفت که قالوا كذلك، اینمی رقم که حالتی است، در اینمی حالت الله اولاد میده. قال ربک، اینمی رقم فرمان داده پروردگاری تو، گفته پروردگاری تو انه هو الحکیم العلیم، یقینا الله حکیم است، هر کاریش بدون مصلحت و حکمت نیست. در می حالتم که شما را اولاد میده، ادعی حکمت است. العلیم و میدانه مصلحت را که در کدام وقت چی رقم چی بکنه اولاد بده. چرا الله اینطور میکنه؟ از یک طرف به بندگان خود امید میبخشه، انسان در هیچ ساعت ناامید از الله نباشه، ولو که 20 سال از عروسی تیر شده اولادت نشده، امید داشته باش، از الله طلب بکن، امکان داره، الله میتونه. یکی. دوم نشان میده به بندگان خود که ای بنده های من، کارهایی که روزمره صورت میگیره در پیش نظرتان ای برای شما آسان معلوم میشه، لیکن کارهایی که ای روزمره صورت نمیگیره ای برای شما بسیار سخت معلوم میشه. از همون خاطر او را خارق العاده یا معجزه مینامند. اما پیش الله هر دو کار یک قسم است. یک قسم است یا نه؟ اولاد پیدا شدن از پدر و مادر، چرا این عجیب نیست که در حالت جوانی باشه و اولاد پیدا شدن در حالت پیری باشه؟ چی فرقی است پیش الله؟ کدام فرق داره؟ تنها یک عمل تکراری است، دیگه عمل چی است؟ نادر چیستن؟ نایاب است. در قدرت الله هیچ کدام فرقی نداره. از امو خاطر الله قادر مطلق است به هر چیز. پیش تو انسان است که یک عمل برات تکرار یافته برای تو آسان معلوم میشه، یک عمل دیگه برای تو تکرار نیافته آسان معلوم نمیشه. پس از او خاطر انسانایی که پیدا میشه تولد میشه، این به انسانا از او انکار نمیکنه، باز بعد دوباره زنده شدن انکار میکنه. اگر ایرم الله تبارک و تعالی داده میروید شروع میکرد زنده شدن، باز تو انکار نمیکردی. لیکن چطور یک کاری الله را تسلیم میکنی، از دیگه کارش انکار میکنی؟ حالان که اردو از یک ناحیه است. اول پیدا کردن و دوم پیدا کردن چی فرقی داره؟ بلکه دوم پیدا کردن خاصان است، چرا که مثال سابق وجود داره. اما در شان الله تبارک و تعالی کلی گپا آسان است، کلی گپا. ایره برای تعلیم بندگان خود اینمی رقم میکنه که ببینه ابراهیم خلیل الله و زنش در حالت رسیده که یا امید قطع کرده از اولاد، اما الله بشارت برش میده. قال فما خطبكم ایها المرسلون، گفت ابراهیم خلیل الله چیسته مقصدتان فرستاده شده ها؟ فهمید که قدر ملائک برای بشارت ما خو نمیاد، یا خو یک جماعت بزرگ است، حتما کدام ماموریت دیگه هم داره. قالوا گفتن این ارسلنا ما روان کرده شدیم الی قوم مجرمین، بسوی قومی که وا مجرم است، مکمل ده سراسر ده گناه غرق است. لنرسل علیهم که بفرستیم بالایشان حجارتا سنگا من طین از گلیس، از سنگ و گل پخته شده، مسومتا نشان کرده شده عند ربک بنزد پروردگارت، للمسرفین به این مردمایی که از حدود الله تجاوز کردن. الله حد برش مقرر کرده بود که شما پورا کردن مسائل جنسی تانه از رایی که الله براتون فرمان داده پورا بکنه، لیکن او حدود مراعات نکردن، از او حدود تجاوز کردن. امروز بسیار مردم امیر رقم است، حدود تجاوز میکنه، از یک محل که الله اجازه داده از اون محل استفاده نمیکنه، از محل جداگانه استفاده ها میکنه، در وقت مریضی استفاده ها میکنن. کلش غلط و حرام است. اگر کسی این چیزا را حلال بدانه کافر میشه، نعوذ بالله. اینقدر جهالت حاکم است در این وطن ما، نمیفهمن که ما الله برای ما کدام را انتخاب کرده، رای تولد و تناسله یا رای نعوذ بالله آلودگی را کدام میشه. دنیای غرب ما که میگم که حیوان صفت است، اون بنگی بر اولاد در تلویزیون ها نشان داده میشه، مرد قطی مرد نکاح میکنه، نعوذ بالله، زن قطی زن نکاح میکنه، با حیوانات نکاح میکنه، از او اموری و کار میگیره که در فطرت انسانی وجود نداره، یا مستحق عذابای الله است. اما میرسه عذابای الله سرشان میرسه، این را یاد داشته باشه. خود تعجب به حال مسلمان است که به قرآن ننشستن تا آلی را تا امروزه این گپا را درک کرده نمیتونه که ما چی میکنیم، نمیفهمه حدودی که الله مقرر کرده. از این خاطر الله اینجا میگه
مسومتا عند ربک، نشان کرده شده به نزد پروردگار تو، للمسرفین، به کسایی که اسراف میکنه، زیاده روی میکنه، از حد تجاوز میکنه. فاخرجنا من کان فیها، ما برآوردیم کشیدیم کسایی که بود فیها در اینمی قریه، من المؤمنین، از مؤمنا. فما وجدنا، نیافتیم فیها در اینمی قریه غیر بیت من المسلمین، بجز از یک خانه از مسلمانا. اینجا مسلمین و مؤمنین یک چیز بود. مسلمین امو مسلمینی بود که ابراهیم خلیل الله اولاده خدا گفته بود تسلیم به الله، که نشأت از ایمان و عقیده میکنه. از او خاطر اینجا ایمان و اسلام فرق نشده. و ترکنا فی آیتا، او عجیب گپیسته که یک لوط علیه السلام قطع دخترایش مؤمن است، خلاص حتی زنشان مؤمن نیست. و ترکنا فی آیتا، ما گذاشتیم دینمی قریه نشانه عبرت، للذین، برای کسانی که یخافون العذاب الالیم، میترسه از عذاب دردناک. این چی شد؟ عبرتناک نشانه برای او کسایی است که تا روز قیامت عمل قوم لوط علیه السلام انجام میده. برای از وان نشانه است. الله اینطور نکرد، یک آواز هیبتناک شد و بعد از اون ملائکه امر کرد جبریل امین کی را دبال بالا کنه و پس بزنه. تالی را به نام بحر میت سیالای است، سیالای. چرا که یا خلاف طبیعت و فطرت انسانی کارا را شروع کرده. و ترکنا فی آیتا، ما گذاشتیم در بین دینمی قریه آیتا نشانه عبرت، للذین، برای کسانی که یخافون العذاب الالیم، میترسه از عذاب دردناک. آلی اونجا وٹلا جور کرده، امی خبیثا، امی مردمایی که فحاش است، امی غربیا اونجا دمو بحر میت هتل جور کرده، به خاطر که امی کارا را امو تاریخ سابقه را پس زنده کنه توسط امی کارای غلطی خود، امی کارای ناشایسته خود. این رد برای کسی است که از عذاب علیم الله میترسه. و فی موسی، در قصه موسی علیه السلام هم نشانه عبرت است. اذ ارسلنا، در آن وقتی که روان کردیم الی فرعون، به سوی فرعون، بسلطان مبین، به حجت آشکارا، معجزه آشکارا، که او عصای موسی علیه السلام بود یا دستش بود. فتولا، رو گردانی کرد فرعون، برکنه، با قوت خود یا با لشکر خود. و قال، گفت ساحر، آدم ساحر است، او مجنون، یا دیوانه است، یا ساحر است، این کارا که میکنه، این تاکتیکی که میچلانه، این سحر است، یا است که آدم دیوانه است. فاخذنا، الله میگه ما گرفتیم فرعون و جنوده و لشکرش، فنبذناهم، انداختیم یا فی الیم، در دریا، و هو ملیم، در حالی که مستحق ملامتی بود. یک مانا مستحقی نمیتور عذاب بود، یا و هو امی فرعون ملیم، ملامت کننده بود خدا، از امو خاطر اقرار اعتراف چیغ زد. و فی عاد، گذاشتیم نشانه عبرت دعادیا، از ارسلنا علیهم، در آن وقتی که روان کردیم بالایشان، الریح العقیم، بادی که بی منفعت بی فایده بود، یعنی بی برکت بود بالایشان. چه قسم؟ ما تذرو، نمی گذاشتمی باد من شین، یک چیزی را، آن چیزی که مورد ضرورت هم یا بود، اگر او درخت بود خودشان بود، اتت علیه، که می گذاشتمی باد بالایش، الا جعلته، مگر می گشتان امو چیزا کرمی، به مثل چیزی بوسیده، یعنی پوسیده، که بالکل چی ریزه ریزه می شد. و فی ثمود، در ثمودیان گذاشتیم نشانه عبرت، اذ قیل لهم، در آن وقتی که برشان گفته شد تمتعوا، شما نفع بگیره، حتی حین، تا یک تاریخه. فاعتوا عن امر ربهم، پس سرکشی کردن از فرمان پروردگارشان. فاخذتهم الصاعقه، گرفت یارا آواز هیبتناک مهیب، و هم ینظرون، اینطور حالت سرشان آمد که یکی به دیگر لق لق سعی میکرد، کس از کس دفاع کردن نمیتونست. فمستطاع من قیام، توانایی نداشتن، مقاومت نداشتن، من قیام، از برخاستن که از جای خود برخیزه. و ما کانوا منتصرین، نبودن که یا انتقام از کسی بگیره. و قوم نوح، هلاک کردیم قوم نوح، یا نشانه عبرت گشتاندیم قوم نوح علیه السلام هم، من قبل، پیش از یا، انهم یقینا کانوا، بودنی قوما کلشان، قوما فاسقین، قومایی بود که نافرمانی کرد از نظام الله تبارک و تعالی. و السماء بنیناها، آسمان ما جور کردیم، بیدین، به قوت خود، یا به دستای بلا کیف خود. و انا لموسعون، یقینا ما اورم دیگه گسترش دادن نیستیم، یک مانا. و انا لموسعون، یا ما قد توانمند هستیم بالایش. اصل موسعون فراخی آورده نیسته، مثل که تحقیقات جدید ساینی را ثابت میکنه. والارض فرشنا، زمین ما گستراندیم، فنعم الماهدون، بهترین گستراننده هستیم، یعنی که هموار صالح برای زندگی کردیم. و من کل شیء خلقنا زوجین، از تمام چیزا ما پیدا کردیم زوجین، هر جفت و جوره را، لعلکم تذکرون، بخاطر که شما نصیحت بپذیری، دی فکر بکنی.
یعنی پیدا کردیم مذکر و مؤنث. چیست؟ غنا و فقر، حسن و قبح را، زندگی و مرگ، راستی و روشنی و تاریکی را، روز و شب، اینی رقم، آفتاب و محتوب، صحت و مریضی را، خشک و تر، هر چیزی نمیطور، دریا و خشکره، شیرین و تلخ، زمین و آسمان، خیر و شر، کلشی نمیطور جوره و جفت است، یکی به دیگه مقابل داره. یک معنی است. دو معنی. و من کل شیء خلقنا، از تمام چیزا ما پیدا کردیم زوجین، انواع متنوع را، اصناف قسم قسمه. در یک انسان ببینید چند قسم انسان است، در یک پرنده، در یک مار، در یک هر چیز ببینید الله اقسام پیدا کرده. لعلکم تذکرون، بخاطر که شما نصیحت پذیر شوید به تفکر در این چیزا که همه گپا زیر یک حکمت موزون و حکمت متناسب روان است. پشتی سر از این هستی بزرگ است که او هم حکیم است، هم علیم است، هم قادر است، هم قیوم است، هم حی است، دارنده تمام صفات کمال است. ففروا الی الله، زمانی که برای شما این پراگندگی ها زیاد میشه، عوامل گمراه کننده خیلی زیاد است، الله فرمان میده پس ففروا، بگریزی الی الله، بسوی الله تبارک و تعالی بگریزی. به خاطر چی میگه؟ انسان دوچار و درگیر با تمام خواهشات و شبهات، انواع مشکلات هست. اینجا دعوت های غلط داده میشه، الله برات میگه طرف الله فرار کن. طرف الله چی طور فرار کنیم؟ الله خود جسم نداره یک جای استاد باشه که ما طرفش فرار بکنیم. ففروا الی دین الله، ففروا الی نظام الله، آیین الله، قانون الله. کدام نظام که الله وضع که طرف از او شما فرار کنی، پناه برش ببری. آیین الله پناه دهنده است، شما از دیگه مصیبت ها و گناه ها فرار میکنی به سوی آیین الله. این قلای مستحکم است. آیین الله را بپذیری، به دل و جان عملی کنی. انی لکم منه نذیر مبین، یقینا من برای شما از جانب الله نذیرون، بیم دهنده دلسوز استم، مبینون، آشکارا شما را بیم میدم. ما قابل پرستش نیستم، من شما را آگاه کردم. ولا تجعلوا مع الله، نگردانی امرای الله الها آخر، معبودی دیگه، حاجت روا و مشکل کشای دیگر. انی لکم، یقینا ما برای شما منه از جانب الله نذیرون، با کمال شفقت انذار بیم دهنده استم، مبینون، آشکارا که همه موضوعات و مسائل آشکارا بیان میکنم. کذالک ما اتى الذین مسلکین، می مردم ها مخالفت کردن، نپذیرفتن نظام حق. ما اتى الذین، نامده بالای کسانی که من قبل پیش از یاس، من رسول یک پیغمبر، الا قالوا، مگر مردم در مقابل پیغمبر گفته ساحر او مجنون دیوانه. هر گپ حق، هر دعی حقی قیام کرده سابق، در مقابلش مردم این گفتار کرده، یا ساحر یا چی هست؟ مجنون. اتواصوا به، آیا به یک دیگری خود وصیت کرده که کلشان هم یک قسم گپ میزنه؟ بل هم قوم طاغون، نه، وجه مشترک در بین کلشان طاغون، سرکش هستند، نمیپذیرن، تسلیم قانون الله نمیشه، یا تابعداری از امو هواپرستی خود میکنه. امی هواپرستی جزء مشترک در بین کلشان است که حق نمیپذیرن. فتول عنهم، وقتی که طور امر باشه که سابق هم طور بوده، اولیم پیغمبر علیه السلام، اعراض کو رو گردانی کو از یا، مراد از اعراضی مانا پشتی سر و صدا تبلیغات از یا بسیار توجه نکو، وقتی تا ضایع نکو، قطع از یا درگیر نشوی. فما انت بملوم، نیستی تو ملامت شده، چرا که تو خو حق رساندی برشان، بیان کردی واضح. و ذکر، نصیحت کو برشان، بیان کو، درس و تدریس بکو از قرآن کریم، از توحید الله. فإن الذکر، یقینا نصیحتات تنفع المؤمنین، مؤمنا را نفع میده. کسی که در طلب ایمان است، انابت داره، او طور مردم را فایده میکنه. و ما خلقت الجن والانس، ما پیدا نکردیم جنیات و انسان الا لیعبدون، مگر برای از اینکه عبادت ما را بکنه. عبادت ما را بکنه. خیلی خوب. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پیدا نکردیم جنیات و انسان را مگر که عبادت ما را بکنه. مانا الا یوحدون، بخاطر که مرا موحد بدانه، چی واحد بدانه، شریک امرای ما قائل نباشه، به این خاطر پیدا کردیم. معلوم شد که غرض و مقصد پیدایش انسان ها فقط عبادت الله تبارک و تعالی است. عبادت عبارت از هر گفتار و قولی پسندیده برای الله که انجام داده میشه، این عبادت میگه. خب عبادت الله به نقشه، کیفیت، مقدار، زمان، مکان ضرورت داره. بیانش کی برای ما کرده؟ نه، عبادت وقتی عبادت میشه که ما رعایت کلی از زیرا بکنیم.
مقدارش، زمانش، مکانش، کیفیتش، وضعیتش مکمل عبادت تو وقت عبادت گفته میشه، در غیر از عبادت گفته نمیشه. حالی مردم ها که از خود میسازه. این آیت دلیل شد بالای ازی که اونجا میگه لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نمی بودی ما افلاک پیدا نمی کردم. نه، الله تبارک و تعالی جن و انس برای عبادت پیدا کرده، آسمان و زمین برای اظهار حق، اظهار خود پیدا کرده که الله نمایان شاه، مردم تفکر بکنه، الله را بشناسه، برای معرفت الله است. ما اريد منهم من رزق، کلی مردم ها که عبادت ترک میکنه بانه میگیره، میگه ما بریم تلاشی روزی را بکنیم. جوالی را که میگی چرا نماز نمیخوانی، برات میگه نفقه فرض است، در ریوارا و کلینرا خو الله اکبر نمیکنه، تلاش میکنه که دیگر است، الا سواری زیاد جمع شده او را میرسانه، پس دور میخوره، الله اکبر نمیخونه. برش که میگی که وقتی نماز است میگه وی روزی طلب کردنم فرض است، روزی ایال سر ما فرض است. ماموری دولت میگی، شاگردی مکتب میگی، هر کسی که میگی دکانداره میگه که وی رزق، الله میگه ما اريد منهم من رزق، ما خو از یا اراده نکردیم رزق. ای آخوی رزق برای من نمیده که تمام شب و روز لگیاستن مشغول هستن پشت رزق، یک مانا. یا مخلوق الله را ما موظف نکردیم که مردم رزق بده، شما رزق میده. و ما اريد ان يطعمون، ما ارادم ندارم که مرا طعام بده، خوراک بده. ما خود نیاز و ضرورت به این نداریم. مسئله رزق و تعلق به الله داره، خو مسئله رزق با عبادت الله تقسیم کرده. وقتی پیدا کردن رزق خیلی زیاد الله مقرر کرده، او وقتی عبادت خیلی کم. نماز صبح در چند خواندیم ما و شما؟ شما چند میخوانی؟ 5:30 بجه نماز خوانده میشه، صحیح است؟ در 5:30 بجه صبح شده برای ما و شما که زیاد قطع از کار بگیریم، نیم ساعت تیر کردیم، 6 بجه شده، تا آلی را 12 بجه میشه، 6 ساعت میشه، در 1 بجه نماز میخوانیم، 7 ساعت ما پس درباره چیست؟ معاش ماست، طلب رزق ماست. چطور تو این را بانه کرده رایستی؟ ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، یقینا الله امیر روزی دهنده است، صاحب قوت است، توانایی المتین و زور آور است. چرا اینطور میگه؟ یک آدم شو تا صبح روز تا بگاره میزنه، الله برش یاری نمیکنه. خب آدمایی که تلاش هم میکنه چیزی برای دست نمیاد. یک آدمی دیگه و قدرم نه، پابند نمازهای خدا هم است، جماعت هم میخوانه، یک وقتی خدا برای طلب رزق داده، سعی میکنی که الله چی برکت دو انداخته. بالکل همینطور است. امروز کسی را بهانه گرفته نمیتونه، وای والا روزی پیدا کردن هم فرض است. بله فرض است، هر فرض برای خود وقت داره، هر فرض برای خود جایگاه داره، اینطور نیست. بله طلب رزق حلال فریضتون بعد الفریضه، و فرض بعد از فرض است. یک فرض تو ادا کو، عبادت الله را انجام بده، باز طلب رزق هم بکن. فإن للذین ظلموا، یقینا برای کسانی که ظلموا از حد تجاوز کردن، شرک کردن، نعوذ بالله احکام الله را نادیده گرفت، در مورد صفات الله نعوذ بالله ظلم کرد، الله را رزاق نمیشماره، خدا رزاق میشماره نعوذ بالله. ذنوبا حسی، گناه است، مثل ذنوب اصحابهم، به مثل حسی گناه های امو رفیقا و هم نشینا هم فکرایشان که سابق تیر شده. فلا یستعجلون، یعنی حسی عذاب الله سرشان است. فلا یستعجلون، پس بس شتاب طلب نکنه، اتمی آمده نیست. فویل للذین کفروا، هلاکت و بربادی باشه برای کسانی که انکار کردن از نظام الله تبارک و تعالی. یومهم الذی، از روزی که یعدون امرشان وعده کرده شده، هلاکت از امون روز برشان باشه که روز آمده نیست، او یا تیاری برای از اون نمیگیره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.